روز اول پروژه موقعی که می‌خوایم قرارداد ببندیم با نماکار چند تا نکته رو حین قرارداد باهاشون طی می‌کنم. یکی این که آقا پرتی کار خب نباید زیاد باشه، خب اون بحثش شده، ولی میریم بابت نوع کیفیت متریال. من اینو از استاد نمیپذیرم که بیاد سر کار ببینم سنگ بد کار کرده باشه. همون ابتدای کار هم با سنگ فروش هم با نماکار طی می‌کنم. الان شما بریم گوشه کار ما رو ببینید، اون کیفیتی که ما می‌خواستیم رو نداشته باشه می‌ذاریم کنار، دپو می‌کنیم. با سنگ فروش هم هماهنگ کردم چون من سنگ سوپر گرفتم، برمیگردونم براش. همین نوع برای آجرم هست. آجری که مشکل داشته باشه، رگه داشته باشه، ترک داشته باشه یا آجر زرد باشه، پختش بد باشه، هیچ کدوم حق کار کردن نداره. باید بذارن کنار. من به استاد گفتم آقا اگه تو آجر بد دیدی بذار کنار پامم، ولی اگه آجر بد اومدم سر کار دیدم همونجا بعد بکنی بریزی پایین، مزدت هم قرار نیست اون روز حساب بشه. در نتیجه آجرای خراب، سنگ خراب گوشه کنار چینده میشه و بعدم به اون تولیدی برمیگرده. هرچه آجر پرت داریم جمع میکنیم یه جا بسته میکنیم تحویل. مثل این سنگایی که بسشون رگ داره اون بعد چیدیم. آره. همه رو سوا کردیم، از دونه از ماشین که میاریم سوا میکنیم میذاریم یه گوشه. سنگی که ترک داره سوا میشه اون گوشه اونوری کلا جدا کردیم، همه رو گذاشتیم که بعض کار میتونم ببرم.